خب عزیزان سلام علیکم. امروز باز بادام شیرین داریم روغن میگیریم با همین دستگاهمون و همون بند و بساط دیروزی. بادام شیرین هم همینجوری میریزی و با این میزنی که بره پایین و روغن هم که میاد دیگه کم کم از روغنشو هم حدوداً بادام شیرین 1 کیلوش خوب روغن بده 50%، خشکم باشه 45-40. میانگین روغن داره خودش. در مورد روغن بادام تلخ روغن میگیری اصلا مزه نداره. وقتی نرین روغن بادام تلخ بخرین تلخ باشه. روغن بادام تلخ اگه تلخ بود قلابیه. شیرین که همون مزه خاص خودش.